جناب کیانی، به عنوان فعال در حوزه خودرو، آینده خودرو رو چگونه پیش بینی می‌کنید؟ مبنای محاسبه ارزش خودرو در بازار دیگه این دلار نیست. این دلار از 72,000 تومان تا 100,000 تومان حباب بازار خودرو هستش. مبنای محاسبه اصلی قیمت خودرو مربوط میشه به حقوق و عوارض گمرکی و ارزی که دولت در اختیار وارد کننده خودرو قرار میده. نرخ ارز سامانه نیما که در اختیار وارد کنندگان خودرو و قطعات قرار داده بودند از 48,000 تومان به 72,000 تومان نرخ سامانه مبادله تغییر پیدا کرده و از اون طرف با افزایش نرخ مبنای محاسبات گمرکی از 28,500 تومان به 72,000 تومان ما یک افزایش قیمتی رو در تمامی کالاها و خودرو داریم. مثلا حقوق و عوارض گمرکی یک دستگاه خودرو که در برج 12403 ما به گمرک اظهار کردیم 11 میلیارد و 600 میلیون تومان شده بود. این خودرویی که امسال به گمرک اظهار شده با نرخ ارز جدید و نرخ ارز مبنای محاسباتی به 26 میلیارد و 900 افزایش قیمت داشته. پس ما امسال با یک افزایش قیمت بسیار سنگین در حوزه خودرو مواجه هستیم.